سال 1378 تو مسابقات امیدای تهران یه جوان ترکیبی تو خط حمله استقلال بود که حسابی همه تیم‌ها رو اذیت کرد. اون فصل آقای گل امیدای تهران شد و بهترین بازیکن امیدای تهران. داریم از مسابقاتی حرف میزنیم که توش کلی ستاره تحویل لیگ برتر تیم ملی داد. از جواد کاظمیان بگیرین تا ابراهیم صادقی و مهدی امیرآبادی و حسین کاظمی و محسن رسولی و خیلیای دیگه. تو اون مسابقات حمید تبریزی بهترین بازیکن بود و آقای گل مسابقات. حمید جان خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. قربونتون برم جناب قهرمانی عزیز. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. ممنونم از دعوتتون، ممنونم از اینکه بقا دادید به ما و در خدمت شما بزرگا باشیم. افتخاریه برای من. امیدوارم که بتونم جوابگوی سوالاتون باشم و اون چیزی که هستش رو ارائه بدم خدمتتون. در خدمت شما هستم. حمید خان، اون فصل شما تو امیدای تهران آقای گل شدید و خاطرم هستش که استقلال اون فصل امیداشو با چند تا از بازیکن‌های بزرگسال فرستاد برای مسابقات جام حذفی. بله. و شما تا پای قهرمانی پیش رفتید. بله. و تو اون مسابقات هم شما جز ستاره ها بودید، همراه مهدی صالحپور. اگه اشتباه نکنم، هر جا اشتباه گفتم بهم بگین. خط حمله خیلی خیلی خوبی تشکیل داده بودید. فکر می‌کنم 3-4 تا گل زدید تو جام حذفی، 2 تا پاس گل دادید. بله. و همه این شکلی بودن که خب یه حمید تبریزی اومده و فصل دیگه قرار فیکس واسه استقلال بازی کنه. ولی اون اتفاق نیفتاد. درسته. عرض کنم خدمتتون که جناب قهرمانی عزیز، سالایی که ما بازی میکردیم توی استقلال تو اون زمان مثل الان اینقدر بازبخش و بازخورد نداشت، بابت اینکه اگه شما کاری انجام میدیدی زیاد تو چش نبودی. 1-2 تا روزنامه بود و یه مقدار مطبوعاتی که زیاد بها نمیدادن به جوونا. عرض کنم خدمتتون که ما زمانی هم که امید استقلال بودیم خب ستاره‌ای زیاد بودن، مثل مجاهد خضیراوی، نیکبخت واحدی، بهمن طهماسبی، پیروز قربانی، رامین مارمجا، شاهین خیلی، فرزاد آشوبی، میثم منی و همه اینا بعداً برای خودشون، مجتبی جباری و آن دو تیموریان از جوانان می اومدن با وحید طالبرو امیدا و خب خیلی ما نفرات قوی داشتیم. و منم چون فوروارد اونجا بودم استقلال و کاپیتان استقلال بودم، توی شرایطی که من بودم خب یه زمانی بودش که من آقای گل امیدای تهران شده بودم، آقای گل امیدای کشور شده بودم. خیلی از تیم‌ها دنبال من بودن تو همون شرایط سنی و من چون علاقه خاصی به استقلال داشتم و خیلی دوست داشتم تو بزرگا بازی بکنم، چند دفعه رفتم باشگاه صحبت کردم. جناب فتح‌الله زاده اون زمان بودن، خیلی منو دوست داشتم، من ارادت خاصی به ایشون داشتم و هم پستیای من توی بزرگای استقلال آقای فراد مجیدی بودن، آقای احمد مومنزاده بودن، آقای سامره. خیلی سخت بود شرایطتون بخوایم با اونا رقابت بکنیم و فیکس باشگاهی مثل استقلال باشه. بله عرض کنم خدمتتون چون زمان منصور خان خدا بیامرز ایشون یه سیستمی داشتن به اسم سیستم 361 و با یه تک فوروارد بازی میکردن و ایشون حساب کنید که مثلا من از امیدا رفته بودم بزرگا و آقای فراد مجیدی میگم، آقای علی سامره بودن، علی موسوی بود، علیرضا اکبرپور بود، خیلی از فورواردهای قدر بودن و آقای احمد مومنزاده رو میذاشتن تک فوروارد و ایشون هم به طبع اینکه خیلی هم قوی کار میکرد، خیلی مدافع رو خسته میکرد ولی خب گلزن نبود. همین جا اینجا یه استاپ بزنم وسط صحبتاتون، ببخشید. اون فصل من یادمه شما آقای گل امیدای تهران بودید، تو جام حذفی رفتید، اصلا سر صدا کردید، خیلی خیلی وضعیت خوبی داشتید. بعد یه دو قطبی بین آقای فتح‌الله زاده و عابدینی شکل گرفت برای جذب احمد مومنزاده. بله. و من خودم به عنوان کسی که حالا دور و بر فوتبال بودم و یه حالا نگاهی می‌کردیم بازی‌ها رو، می‌گفتم خب وقتی استقلال حمید تبریزی رو داره چرا احمد مومنزاده؟ حمید تبریزی مادرزاد گلزن، احمد مومنزاده گل نزن. تنها خصوصیتی که احمد مومنزاده داشت این بود که با مدافعا می‌جنگید، خسته‌شون می‌کرد، ولی واقعاً اصلا شرایطش با شما قابل مقایسه نبود. بله جناب قهرمانی، عرض کنم خدمتتون زمانی که آقای مومنزاده ما توی مرغوب کار که تمرین می‌کردیم، از امیدا ما 3 نفرمون رو آقای سوکوموروخوف اون زمان بود، منصور خانم به عنوان دستیارشون بودن و ما رو بردن مرغوب کار که بازی داشتیم با اتکا بازی داشتیم. احمد مومنزاده اون موقع
خب به خاطر اینکه چند تا تیم دنبالش بودن مثل پرسپولیس سالا همین استقلال خودمون و چند تا تیم دیگه، احمد مومنزاده اون سال برای خودش بردی کرده بود و رقم سنگینی هم گرفته بود از استقلال. فکر میکنم اون سال 150 میلیون تومان خیلی پول بود. خیلی زیاد. خیلی پول بود. گرفت از استقلال و اومد استقلال. اون موقع قرارداد شما چقدر بود با استقلال؟ قرارداد من کاپیتان امیدای استقلال بودم. قرارداد من 1 میلیون بود، ماهی 45,000 تومان. که هنوزه هیچ موقع هم نمیگم قشنگم نیست برای باشگاه بزرگ استقلال. من 600,000 تومان از قراردادم هم نگرفتم. خیلی جالب بود و اصلا بابت پولش نبود، بابت اینکه من چون عشقم به استقلال بود و تمام وجودم برای استقلال می‌ذاشتم. ولی خب خیلی دوست داشتم، قدر ما جوونا رو میدونستن، قدر اونایی که واقعا زحمت میکشن و من جزء تعداد کسایی بودم که اگه بهمون بها میدادن و مطمئناً من الان به شخص خودم نمیخوام از خودم میگم، کم کم 50 تا بازی ملی داشت. ما احمد مومنزاده که اومد استقلال، ما تو مرغوبکاری بازی دوستانه داشتیم با اتکا. آقای سوکوموروخوف خب بهتر که تازه اومده بود، اومد خوش آمدگویی گفت و خدمت بکنم جمعیت هم زیاد اومده بود توی مرغوبکار. اومده بودن که احمد مومنزاده‌ای که چند تا تیم دنبالش بودن از نزدیک ببینن و فوتبالش رو بشناسن. و ما بازی دوستانه کردیم. آقای مومنزاده نیمه اول رفتن تو زمین و با تمام زحماتی که میکشید تو زمین، ولی خب گل نزن بود آقا. بله. منم خیلی دوستش داشتم ولی خب گل نمیتونست بزنه، یعنی چارچوب شناس نبود. و نیمه که تموم شد آقای سوگوموروخوف خیلی ناراحت شد، خیلی عصبی بود و اومد بیرون و گفتش که آقا شما 150 میلیون پول دادید به احمد مومنزاده. داشت به اینو به مترجمش میگفت که بگه، ما رو تو گوشه مرغوبکار که نشسته بودیم، گفت 150 میلیون شما دادید به احمد مومنزاده، این یه پای حمید تبریزی که از امید اومد اینجا با 1 میلیون قرارداد نمیشه. چرا از این استفاده نمی‌کنید؟ چرا اینو به من نمیارید تو بزرگا؟ و مجبور شد حالا اون سال آقای مومنزاده تفاوت عملکرد یه مربی خارجی با ایرانیا ببینید چقدر زیاده. بله. واقعا من خودم معتقد بودم که اصلا شما سطحت باش یکی نبود، ولی اون اسم داشت و شما نداشتید. همینطوری بود. و خدمت عرض بکنم اون سال من تیم ملی امیدم دعوت شدم. تیم ملی جوانان حالا یه داستان عجیبی داشت. خدمتتون عرض بکنم تیم ملی جوانان هم که من دعوت شدم آقای علی دوستی بود برای بانک ملی. بله، دوستیمر. بله، علی آقا دوستیمر بودن. اون زمانم خب تیم ملی جوانان خیلی قدر بود، خیلی بازیکنای بزرگی داشت. آقای مهدی امیرآبادی بود، سیبوش شهبازیان بود، رامین محرم نژاد بود و عرض کنم خدمتتون که بهرام اسماعیلی بود، بهرام سوادان میرزاخانیان بود. بله. خیلی جواد کاظمیان، محسن خلیلی. بله. عرض کنم خدمتتون هادی مهدوی کیا. ما جزو 108 تیم ملی جوانان بودیم. من بدون هیچ اینکه کسی پشت من باشه یا از من حمایت بکنه نبود. من جزو 108 فجر سپاه بودم اون سال. بعد که ما اومدیم تیم ملی امید دعوت شدیم، من خب اون سال عرض میکنم خدمتتون واقعا خیلی خوب بودم، خیلی، یعنی میگم هم آقای گل امیدای تهران هم کشوری بودم، علی آقای حمید درخشان، اصغر آجیلو مربیان اونجا بودن. خدمت من تیم ملی امید منو دعوت کردن برای اینکه من کسی رو نداشتم، باز من که فوروارد بودم منو میذاشتن دفاع چپ. بعد شنیدم که آره چون تو کسی رو نداری ما از این میذاریم دفاع چپ، مجبور شدیم تو رو دعوت کنیم چون انقدر خوب کار کردی. اگه تو رو دعوت نمی‌کردیم به ما گیر میدادن که آقا همچین بازیکنی هست چرا دعوتش نمی‌کنی. و منو گذاشتن دفاع چپ. بعد 2 جلسه دفاع چپ بازی کردم، به من گفتن آقا نمیتونی شما تو تیم ملی امید باشی. خط خوردی. گفتم آقا من دفاع چپ نیستم. گفت نه آقا منم اجباری دعوت کردیم که نیان بهمون بگن، رسانه‌ها اعتراض نکنن. بله آقا خدمتتون عرض بکنم دیگه بزرگای استقلال هم که دیگه ما نتونستیم همینجا صحبتمون رو نگه داریم. بله. همین جام ببینید شما اون فصل تو امیدای تهران آقای گل بودین، تو جام حذفی اومدین رفتین استقلال. فکر کنم شما، پیروز قربانی، رامین محرم نژاد، حمید محمدخانی، شماها قرار بود برید تو تیم بزرگسالان باشون قرارداد ببندید و بزرگسالان استقلال باشید. بله درسته. ولی نشد. چی شد که نشد؟ عرض کنم خدمتتون ما چند تا بازی دوستانه توی بزرگای استقلال که ما از امیدا میرفتیم انجام دادیم. جناب قهرمانی
ته کار به من پیروز قربانی گفتن شما بیاید قرارداد داخلی ببندید که شما تو این تعداد نفراتی که از امید اومدن شما مورد توجه کادر بزرگا هستید. تو شما دوتا در اومدین برای اینکه برید با بزرگا استقلال قرارداد ببندید. من قرارداد داخلی بستم با استقلال. خدمت عرض بکنم چون هم پستای من 6 تا 7 نفر بودن بابت اون سیستمی که منصور خان بازی میکرد دفاعی بازی و من میکرد. گفتم اگه من بخوام اینجا بمونم 3-6-1 بخوام بازی بکنیم من نمیتونم، کل فصل به من بازی نمیرسه. هر کاری هم بکنم با این طرز فکری که منصور خان دارم مطمئنا که به من بازی نمیرسه. گفتم بعد برم یه جایی که بازی بکنم. چند تا تیمم دنبال من بودن. پیروز قربانی چون تو پست خودش آنچنان بازیکنی نبودش که بخواد باهاش رقابت بکنه موندش. علی منصوریان خیلی به من لطف داشت، من خیلی هم دوستش دارم. دنیرای زنگ زد به من که حمید اینجا بمون، من خودم حمایتت میکنم. سال بعدم حالا منصور خان فکر نمیکنم باشه، امیرخان قلعه‌نویی میخواد بیاد، بمون اینجا، من خیلی ارتباط خوبی دارم. ایشون میاد جوون پسنده. اون موقع علی آقا تو تیم بازی میکرد؟ علی آقا بله، یکی از بزرگای تیم بودن، آقای جواد زرینچه بودن بزرگای تیم. دیگه من نمونم، گفتم میخوام 1 سال پشت خط بمونم تو این شرایط سنی زیاد جالب نیست دیگه. الان که فکر میکنید بهتر نبود تحمل میکردین 1 سالو باید تحمل جدا نمیشدید؟ باید جناب قهرمانی تحمل میکردم، ولی خب ما مشاورای خوبی نداشتیم. ما کسایی هم که یه 2 تا 3 تا دلالمون زمان بودن فقط دنبال این بودن که بیان از ما چیزی بگیرن و اون مشاوره رو به اون نمیدن، فقط دنبال اون منفعته بودن، منافع خودشون، فقط همین بود آقا. و قشنگم نیست که بخوام اسم ببرم، زیادم جالب نیست. بالاخره ما توی این مملکتی داریم زندگی میکنیم که اصلا بخوایم بگیم خیلی بد تمام میشه برای این نفرات و خیلی هم ضربه خوردم، واقعا هم راضی نیستم ازشون، حتی از 1-2 تا از مربیای خودمون که واقعا اونم درست نیست اسامیشون رو بگم، خیلی به من لطمه زدن. حتی اون سال من ذوبان اصفهان رفتم، آقای کربکندی بله. خیلی علاقه شدیدی داشت به من و اون سال 120 میلیون تومان پول خیلی زیادی بود آقا توی فوتبال ایران، خیلی پول زیادی بود. بله. سقف قرارداد خود استقلال بزرگا 12 میلیون تومان بود. یعنی علی منصوریان برایش گفت حمید من سقف قراردادو براتون میگیرم، جواد زرینچه 9 میلیون میگرفت، گفت من 12 میلیون برات میگیرم تو بمون استقلال. کاش میموندید همین. بعد میموندم ولی مشاور نداشتم. آقا من صادقانه دارم میگم اگه مشاور داشتم واقعا میمونم استقلال و همین الان حقتو میگرفتی بالاخره. راحت من حقمو تو این فوتبال میگرفتم. رفتم ذوبان با مربی تیم اون زمان، حالا من خدا دیگه درستم نیست حالا در موردش صحبت بکنم، قشنگم نیست. اینکه ما رفتیم اصفهان و آقای کربکندی گفتن آقا حمید 120 میلیون، با آقای حسین شیری بودیم ما، گفتن قراردادتون رو ببندید. بعد مربی که با ما بود بهش گفت شما برید اتاق پشتی بشینید من صحبت بکنم قراردادتون رو فیکس بکنم که بعد شما بیاید امضا بزنید. یعنی مربی تیمتون به عنوان منیجر با شما اومده بود که کار قرارداد شما رو با ذوبان انجام بده؟ بله آقا، بله درست همینه. و دیدم بعد از 1 ساعت صحبت کردن اومد تو اتاق و گفتش آقا بریم، توافق نشد. گفتم که آقا جناب مربی توافق شد، ما به خاطر همون اومدیم اینجا، خودشون خواستن، حتی برگه قراردادم گذاشتن جلوی من که آقا اینو امضا بکن، شما گفتی حالا یه ساعتی بشینید. بعدش که ما اومدیم اجازه هم حتی ندادن که ما خداحافظی کنیم، اومدیم و یه درست 1 سال بعدش بود آقای منصور ابراهیم زاده ذوبان بودن دیگه، برایش گفتش که حمید اگه شرایط بدنی خوبی داری بیا ذوبان ما ببینیمت دیگه. که من رفتم ذوبان و آقای کربکندی هم دیدم، ایشون برایش گفت حمید جان اون موقع که ما تو رو می‌خواستیم سر حال بودی احتیاج بهت داشتیم چرا قرارداد نبستی؟ گفتم آقا کربکندی شما نخواستید ما رو. گفت ما 120 میلیون برای تو قرارداد بستیم، طرفی که برای با شما اومد مربی بود گفت 70 میلیون بعد به من بدید تا من اجازه بدم حمید بیاد تو تیم شما. و ما دیدیم که اینجا داره دلال بازی میشه، ما متاسفانه شما رو بر نداشتیم و این لطمه به خودت زد. بله. شاید اگر ذوبان میرفتی، چون ذوبان هم واقعا جزو تیمایی بود که با جوونا بازی میداد و خیلی ستاره‌های خوبی از اون تیم در اومدن. 100% همین بود آقا و خیلی شرایط زندگیم فرق میکرد، شرایط فوتبالیم فرق میکرد. شما آقای تبریزی، من سیر فوتبالیتون رو که نگاه میکردم
یکی از ایراداتی که میشه بهتون گرفت این بود که انتخاب‌های خوبی نداشتید توی انتخاب باشگاهی که انتخاب میکردید شاید اونجوری که باید با مسیر فوتبالی شما هماهنگ نبودن. بله درسته جناب قهرمانی. عرض کنم خدمت که ما اون سال عقاب اومدن تشکیل دادن بابت تیم دوم استقلال. بله. و دکتر محسنی منیجر آریهان بود. خدمت عرض بکنم توی اتریش آقای مهدی پاشازاده رو، آقای خورده عزیزی، آقای جواد رزاقی، آقای امیرهوشنگ سعادتی، خدمت عرض آقای مرداد میناوند خدا بیامرز و اینا رو برده بود توی اتریش. به من گفتش که من خیلی علاقه خاصی به فوتبال تو دارم، فوتبالت خیلی قویه، سیدیاتو برای من بفرست، من بفرستم اتریش باشگاه لاسک که ببینن اگه اوکی بود که شما لژیونر بشید. من سیدی کردم و کارهای فوتبالیمو فرستادم اونجا. مربی لاسک اتریش آقای هافمن بود، خیلی مربی جنتلمن با کلاس، خیلی قوی بود و سیدیار من دیده و گفته بود که آقا بعد این بازیکن بیاد اینجا من ببینمش. دیگه من خدمت عرض بکنم تقریبا 2 هفته 3 هفته بیشتر نگذشت که آقای دکتر محسنی برای من ویزا گرفتن و بلیط گرفتن. من رفتم اتریش و اونجا 2-3 تا بازی دوستانه کردم و خدمتتون عرض بکنم به عنوان شماره 10 توی لاسک اتریش. من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم و حافظه تاریخیم جواب بده، فکر میکنم جلو ورده برمن آلمان هم بازی کردن و گل زدین شما. بله آقا، من خدمت عرض بکنم که الان عرض میکنم خدمتتون یه اسپانسر داشتن اوپل بود، ماشین به بازیکن میداد، شماره پیرنو روی درب ورودی ماشین میذاشت. من شماره 10 لاسک اتریش رو گرفتم. بله. یه شماره 10 به من دادن، گفتن آقا توی اروپا کسانی که خوب بازی میکنن، کسانی که آقایی میکنن، کسانی که موصل ثمرن برای تیمشون، بهشون میگن رئیس. بله. و اونجا به من میگفتن رئیس، با تمام تفاصیلی که مدت کوتاهی بود اونجا بودم، نزدیک 1 ماه اونجا بودم. دیگه ما رفتیم توی 70 کیلومتری وین، یه ورزشگاه بود، بازی داشتیم، بازی دوستانه با ورده برمن. بازی دوستانه خب ورده برمن اون زمان خیلی بله. تیم بزرگی و هنوزم بزرگه، خیلی تیم قدری بود. بله. خیلی تیم قدری بود جناب قهرمانی و مربی خیلی علاقه شدیدی به من داشت، اصلا همه کاره تیمش شده بودم. و نیمه اول ما 1-0 ورده برمن رو زدیم، گلش هم من زدم. نیمه دوم دکتر محسنی گفتن که حمید جان ما بلیت برگشت برات گرفتیم، استقلال رضایتنامه تو رو نمیده. ایداد بیداد. آره آقا، هر کاری کردیم که آقا این رضایتنامه ما رو صادر بکنید، من اومدم اینجا دیگه بر نگردم. گفتن نه، استقلال گفته بعد برگردید، تیم دوم و عقاب تشکیل شده، آقای رضا عدی احتیاج زیادی به شما داره. گفتم آقا من بر نمیگردم. گفت نه بعد برگردید، بلیت هواپیما گرفته بعد برگرده. متاسفانه نیمه دوم بازی ورده برمن حتی خود مربی آقای هافمن هم نمیدونست که من دارم برمیگردم. بعد که متوجه شد بازی رو اصلا کلا تعطیل کرده بود که آقا این بازیکن رفته، اصلا من دیگه نمیخوام تیم داری بکنم. عجب. بعد من برگشتم ناخواسته ایران، منو به اجبار دادن عقاب. چقدر قرارداد داشتین اون موقع با استقلال هنوز؟ با استقلال من 1 سال 3 ساله قرارداد داشتم، 2 سال با امیدا بود، 1 سالم که بزرگوار بود. 1 سالش باقی مونده. یعنی به همین سادگی با آینده شما بازی کردن. به همین سادگی با آینده من واقعا بازی کردم و اگه این کارو با من نمی‌کردن من همین الانش هم تو اروپا بودم و خیلی شرایط زندگیم فرق می‌کرد، خیلی به مراتب بهتر می‌شد و واقعا میگم با آینده‌ام بازی کردم و درستم نیست بگم، واقعا راضی هم نیستم بابت این موضوع و من برگشتم. بزرگی خوردین. بله آقا، بله. تبریزی. و اینکه من برگشتم عقاب، اون موقع لیگ آزادگان بود، من آقای گل لیگ آزادگان شدم اون فصل. حتی من همین الانم سرچ بکنید توی لیگ آزادگان بازیکنی نمیاد تو ایران که تو 3 تا بازی پشت سر هم هتریک کنه. یعنی من تو 3 تا بازی 9 تا گل زدم تو لیگ ایران. و یکی از مهمترین هتریکام هم این بود که توی تبریز به تراکتورسازی تبریز 3 تا زدم. بله خاطرم هست، خیلی هم سر صدا کرد. بله که همون شبونه آقای عهد شیخداری رو خدمت عرض بکنم که از باشگاه اخراج کردن، حتی سران تبریز مدیر عامل حتی اخراج کردن بابت این اتفاق و خیلی هم دوست داشتن که من
توی تراکتور بیام بازی بکنم و چون لیگ آزادگان بود من زیاد توجهی نمی‌کردم. بعد اومده بودم که خودمو نشون بدم بگم من اون حمید یه فصل تبریزی ام. قرارداد تموم بشه و دیگه حالا بری دنبال پیشنهادهای بهتر. عرض کنم خدمتتون من اون سال 16 تا گل زدم، آقای گل لیگ آزادگان شدم. بسیار عالی. و خیلی از تیم‌ها دنبال من بودن، پیکان بود، فولاد بود، سپاهان بود، ذوب‌آهن بود. خود استقلال که خیلی بهم گفت، ولی به خاطر اینکه شرایط مالی ما اون موقع خوبی نداشتیم، شرایط مالی خوبی نداشتیم. هر کسی که بیشتر بهم پول میداد، میگم که چون مشاور خوبی نداشتیم، نمیگفتن آقا حمید مثلا امسال 12 میلیون بگیر، سال بعد مثلا 100 میلیون پول میگیری، 200 میلیون پول میگیری یا چندین سال تو استقلال میمونی. من دیگه اون دوره رو نگاه نمی‌کردم، نزدیکو می‌دیدم که آقا الان شرایط مالیم خوب نیست، شرایط زندگیم سخته، ببینم کجا بهم پول میده. و بزرگترین اشتباه منم توی این تصمیم گیری باشگاه پگاه گیلان بود. بله. با تمام احترامی که برای شما قائلم، ولی یعنی شما از عقاب فصل بعد رفتیم پگاه گیلان؟ بله رفتم پگاه گیلان که واقعا همون سالم بازم میگم برای اصلا یه اشتباهی ما تو زندگیمون کردیم. خدمت عرض بکنم که یکی از دوستانی که الانم فعالیت دارن توی ورزش فوتبال ما و یکی از قطبای فوتبال مثلا خیلی به من تاکید داشت که همین بمون پیکان و ما تو رو. شما تا پای قرارداد با پیکان رفتین. بله. قرارداد داخلی هم می‌خواستیم ببندین که یهو پیشنهاد باشگاه پگاه گیلان اومد. بله آقا، باشگاه پگاه گیلان اومد. آقا دادرس هم اون زمان تیم ملی واقعا دست ایشون بود. بله. من گفتم یه دوره حتی سرپرست تیم ملی هم بود. بله گفتن که آقا شما اینجا 2 تا 3 تا بازی کن بر اساس اون فوتبالی که داری و توانمندی، من راتو باز میکنم برای تیم ملی، تو راحت تیم ملی بازی میکنی. و تو خودم هم میدیدم که واقعا توانمند بودم، نه که حالا بخوایم از خودم تعریف کنیم، و واقعا هم همینطوری بود. و من اگه به حرفشون گوش داده بودم الان میگم 50 تا بازی ملی کم توی فوتبال ایران داشتم. یه سری انتخابات همین جان باعث شد که به اون چیزی که حقت بود نرسی. بله. و شما وقتی بین باشگاه پیکان و پگاه گیلان رو انتخاب کردی، همونجا حکم خودتو امضا کردی که آقا من همینطوری اون چیزی بود که باید بشم دیگه نمیشم. درسته. و یه چیز جالبی براتون بگم. خب یه سوال الان شاید برای بیننده ها این ابهام پیش بیاد که چرا بین پیکان و پگاه رو انتخاب کردی؟ بله. چقدر پگاه بیشتر بهت میداد؟ عرض کنم خدمتتون که پیکان به من 30 میلیون پول میداد و باشگاه پگاه 50 میلیون تومان. و گفتم خب فرقش رقمی بود، 20 میلیون اون زمان رقمی بود. زیاد بود. و من چون دیگه قراردادم نداشتم و باشگاه استقلال تموم شده بود، من بازیکن آزاد بودم. گفتم خب 50 میلیون پول رو میگیریم، من و آقای سیروس دیمحمدی، آقای رامیز محمدوف، آقای پژمان نوری هم از ملاوان اون سال خیلی توی بورس بود توی فوتبال، 150 میلیون ایشون پول گرفت، ما 50 میلیون. بعد که من اومدم گفتم آقا 50 میلیون منو همون شب اول که قرارداد میبندم همون شب اول من میگیرم، چون احتیاج دارم اگه میخواید، که اصلا هر چی من میگفتم همون رو اجرا میکردن. یعنی تمام تیمایی که منو میخواستن انقدر دیگه سطح بالایی داشتم توی فوتبال. من دقیقاً خاطرم از شما وقتی آقای گل لیگ دست اول شدی، تقریبا من میتونم بگم همه تیم‌های لیگ برتری اون سال دنبال شما بودن. بله آقا. و شما بین اون همه تیم، بین فولاد، بین پیکان، بین سپاهان، حتی استقلال، شما پگاه گیلان رو انتخاب کردید. چرا؟ چون یه قرارداد بهتری داشت و گفت خب زندگیمو اون لحظه با این پول میتونم بسازم. همین بود آقا. ولی این اتفاق نیفتاد واسط و اون پول هم فکر کنم دستت نرسید. همین آقا. و خیلی جالب بود. من 50 میلیون قرارداد بستم با پگاه گیلان. چه قهرمانی؟ قرارداد من با پگاه گیلان 50 میلیون بود. رضایت نامه من احتیاج نداشتم. بازیکن آزاد بودی؟ بازیکن آزاد بودم. زمانی که شب اول آقای افشاریان مدیر عامل باشگاه پگاه بود. بله. اومدن توی هتل قبل از اینکه خونه بهمون بدن، من پسرم ارشیا 1 سالش بود. خدا حفظش کنه. قربونتون برم. بعد دیگه تازه می‌خواستیم خدمتتون عرض بکنم که خونه بگیرن برای ما تو هتل بودیم، اومدن یه چک 20 میلیونی به من دادن. گفتم که چرا 20 میلیون؟ من گفتم 50 میلیون اولمو میخوام. گفتن نه آقا 30 میلیونم، حالا میگم قشنگم نیست، از مربی سابق عقابمون 30 میلیون گرفتن. همون که به عنوان منیجر میومد جلو کارتون رو با ذوب‌آهن خراب کرد و
و 30 میلیون پول منو تمایل هم ندارید اسمشو بگید؟ نه واقعا هم جالب نیست، چون اصلا قشنگ نیست. من دوستشون دارم، دوستشون داشتم و حالا بنده خدا روحشون شاد. و اینکه 30 میلیون قرارداد منو برداشتن، گفتن آقا بابت اینکه ما زحمتایی که برای حمید کشیدیم و به اینجا رسیده، در صورتی که اصلا احتیاجی نبود. و من با 20 میلیون رفتم مجبور شدین که با مجبور شدم چون قرارداد ادامه بدید. عرض کنم خدمتتون ما یه اردو هم داشتیم توی ترکیه با همین پگاه گیلان. خدمت عرض بکنم رفتیم اونجا یه بازی، اونجا وقتی توی کمپ ترکیه که میری بازی دوستانه زیاد میذارن، چند جانبه میذارن بر اساس آمادگی بچه‌ها ببینن شرایط بدنی رو. و ما یه 4 جانبه اونجا بازی کردیم. من اونجا تو پگاه گیلان که بودم بازی دوستانه اونجا با تیم‌های اماراتی ترکیه بود، من آقای گل شدم. بله. برگشتیم ایران، رفتیم رشت و خب به روز داشتیم تمرین میکردیم. بازی اول با پرسپولیس ما خدمتتون عرض بکنیم خوردیم تو آزادی. آقای علی دایی تازه با مونیخ اومده بودن، تیم خیلی قوی داشتن و همون تیمی که بگوویچ سرمربیش بود. بله بگوویچ بودن، آقای بگوویچ بودن. و ما تا دقیقه 70-72 سم 2-1 عقب بودیم. همون بازی نبود که 8 تا خورد بگاه؟ 8 تا بله آقا. بله و آقای سیروس محمدی هم که قلبا دوستش دارم و یکی از خوبای فوتبال ایرانه، چون آفک وسطای اونا جوان بودن، خیلی فشار آورده بودن رو تیم. من و آقای شاهین بنی احمد فوروارد بودیم. آقا سیروس به من گفت همین تو بیا تو آفک، تو خط آفک به ما کمک کن. گفتم آقا سیروس من تو سرجام بذار بازی بکنم. گفتش نه بیا به ما کمک کن، فشار رو ما زیاده. دیگه گفتم آقا گیر میده آقای جهانپورا. گفت نه تو بیا بازی کن. دیگه من اومدم تو خط آفک 10 دقیقه نگذشت منو کشید بیرون. عجب. آقای جهانپور گفتش که آقا برای چی اومدی بیرون؟ برای چی سیستمو عوض کردی؟ برای چی اومدی تو خط آفک؟ گفتم آقا سیروس اینطوری فشار اومد رو تیم، من به اجبار اومدم که کمک کنم. گفت نه من اینجا میگم چیکار باید کنی. دیگه خدمت میگم دیگه بعد از اون همینطوری تیم گل خورد. اصلا یه اتفاق خیلی بدی بود. 8 ما گل خوردیم توی آزادی. آقای علی دایی هم اون سال اومده بود خودش رو اثبات کنه تو فوتبال ایران که بگه من با مونیخ اومدم. ایشون 4 تا به ما زدن و واقعا فوتبالیست بزرگی هستن و این بازی عجیبی بود. بله. اصلا آقای تبریزی بعد از پگاه رفتی شیرین فراز و کاش انتخابات بهتر بود، چون این شایستگی و توانمندی رو داشتی. بله. که بیشتر از اینا حقت باشه، تیم ملی بازی کنی، سابقه ملی داشته باشی و واقعا استقلالی‌های قدیمی، کسایی که واقعا استقلالی هستن، همه شما رو به یاد دارن و امید داشتن که یه روزی حمید تبریزی مهاجم استقلال بشه و تو بزرگسالان استقلال بازی کنه. ولی اون اتفاق متاسفانه نیفتاد. الان چند وقت پیش دیدم که با تیم پیشکسوتان استقلال میرین تمرین میکنین. بله. و هستین باهاشون هنوز در ارتباطین؟ بله آقا خدمتتون عرض می‌کنم تقریبا یه 7-8 ماهیه که ما الان دوباره پیشکسوتای استقلال میریم. علی آقا شوری هستن اونجا؟ علی آقا شوری به عنوان سرمربی ان. بله. آقای بهداشت فریبا به عنوان خدمت عرض بکنم که رئیس پیشکسوتان استقلاله. عرض کنم خدمتتون که آقای محمد نوازی، آقای ستار حمیدانیان، آقای مورزا مهرانپور، آقای افشین حاجی پور، عرض کنم خدمت آقای عباس محمد رضایی، آقای محمد قاضی، همه قدیمی‌ها هستن. همه قدیمی‌های فوتبال هستن. آقا تیم بسیار خوبی هم داریم. اتفاقا چند روز پیش هم 4 جانبه داشتیم، قهرمان شدیم توی 4 جانبه. و بله آقا همین بازیکن‌های خیلی خوبی داریم. الان چیکار می‌کنی آقای تبریزی؟ الان هنوز تو فوتبال هستی؟ که من الان به عنوان کمک مربی آرکا لیگ 2 کشور، آرکا یه مجموعه ساختمون سازن، حاج آقا قربانی‌ها، بله. که یکی از انبوه‌سازهای قدر ایرانن و واقعا به نام هستن و خدمتتون عرض بکنم این تیمو تشکیل دادن و به اتفاق آقای حاج آقا نوید علیزاده مدیر عامل باشگاه آرکا این تیمو تشکیل دادن و ما لیگ 2 کشور هستیم الان و بازیامون هم تقریبا 3 هفته از شروع شده. شرایطتون چطوره تو لیگ 2؟ شرایطمون خوبه. 3 تا بازی کردیم، 3 تا مساوی، ولی خب 3 تا بازی بودش که ما سوار تیم‌های دیگه بودیم. خیلی نتیجه بهتری می‌گرفتیم و چون تیممون واقعا خوب بسته شده. بسته شده که بیاد لیگ 1. بله 100% من مطمئنم که همچین اتفاقی هم میفته با مدیریتی که حاج آقا قربانی، حاج آقا نوید علیزاده، آقای رضا هوشیار
و آقای مرتضی اسدی هم که خدمتتون عرض بکنم کاپیتان تراکتور بودن، بله. تیم ملی بودن، ایشون هم به عنوان سرمربی هستن و زحمات زیادی میشه و بسیار توانمند هستن. حمید جان، توی کریر فوتبالیتون شما به حقتون نرسیدید، این یه واقعیتی که باید اذعان کرد. توانمندی‌های شما واقعا خیلی بیشتر از این بود و من خودم به عنوان یک فرد فوتبالی همیشه حسرت میخورم. اگر که از من بپرسن که یه لیستی بخوام بدم در مورد کسایی که تو فوتبال به حقشون نرسیدن، تو صدر اون لیست شما هستی و واقعا اون چیزی که باید میشد نشد. حمید خان، اگر که بخوایم در انتها یه جنبندی بکنیم در مورد این که چه عواملی باعث شد که حمید تبریزی اون اتفاقی که باید براش نیفته، چی داری بگی بهمون؟ آقا عرض کنم خدمتتون که میگم یه سری از کسایی بودن توی فوتبال و واقعا نمیذاشتن که شما رشد بکنی. زمانی رشد میتونستی بکنی که اون هزینه رو کرده باشی و مثل الان نبود فوتبال. مثل اون دوستمون تو روزنامه ابرار ورزشی و اصلا نمیتونم فوتبال دستشون گرفته بودن و فوتبال دستشون گرفتن، با 2-3 تا مربی زد و بند داشتن و میگفتن آقا اگه اینقدر داد بذارش رو زمین، اگه نداد نذار. بله. حالا تو هر شرایطی بودی، چه بهترین بازیکن بودی چه بدترین بازیکن، اونا تعیین می‌کردن که شما بازی بکنی. متاسفانه این بود و با تمام تفاصیلی که من خودم اینطوری نبودم و میگم چون مشاورم نداشتیم، یه دفعه به من این پیشنهاد رو دادن، گفتن از تو طرفداری میکنیم. گفتم فوتبالی نه، اگه میخوای بنویسید ازم نمیدونم اینطوری یه ذره حمایت بکنید که من برم تیم ملی، چون فوتبالی خودم سطحم بالا بود و احتیاج نداشتم که بخوای یه جوری حمایت هم بکنی از اون لحاظ نه، از لحاظ مطبوعات چه. و من اون موقع 2 میلیون تومان خیلی پول زیادی بود. بله. من 2 میلیون تومان دادم به این دوستمون. در واقع اون پول رو دادین که اجازه بهتون بدن بازی کنیم و اگر نمیدادید شاید تو اون فصل نیمکت باید میشستین و هزینه‌ای بود که پرداخت کردین برای اینکه اون فصل رو بازی کنید. با تمام این تفاصیلی که من این هزینه رو کردم، باز دوباره یه پیشنهاد دادن که آقا دوباره به ما پول بده. گفتم آقا ما چقدر پول میگیریم که بخوایم این همه هزینه. بازم منو گذاشتن، برای اینکه پول ندادن منو گذاشتن رو نیمکت. عجب. خیلی داستان داشتیم آقا. بعدش رفتیم ما شیرین فراز کرمانشاه، آقای فراز کمالوند بودن. ایشون هم حالا من دوستشون دارم ولی خب فوتبالی به من ایشون زیاد ضربه زد. قشنگم نیست الان بگم، ولی 6 سال دنبال من بود که میگفت اگه حمید تبریزی هر جا من بیارم باشه، من مطمئنم تیمم میاد لیگ برتر. و بعد از 6 سال که من نمیرفتم تیمشون، منو به اجبار بردن شیرین فراز کرمانشاه و خیلی من آماده بودم، خیلی خوب بودم و میگم که اونجا بازم رفتیم ما تو اردوی ترکیه، اونجا باز تو توی تورنمنت من آقای گل شدم. حتی برگشت گفت آقا حمید تبریزی از تمام فورواردهای ایران بعد همه خدمتتون عرض بکنم از حمید تبریزی یاد بگیرم، از فوتبالش لذت ببرن، یاد بگیرن. ولی بعدش یه درخواستایی ازت داشت که نکردین و اون نشد دیگه. بله آقا، یه درخواستایی داشتن که واقعا شدنی نبودش و برگشتیم ایران. منو بازی نداد تا بازی با شاهین بوشهر ما داشتیم توی کرمانشاه. باید حتما این تیمو می‌بردیم که می‌رفتیم پلی آف می‌خوردیم به تراکتور که میومدیم برای لیگ برتر. دیگه تا دقیقه 88 با تمام فشارهایی که از تماشاچی‌ها اومد رو تیم شاهین بوشهر ما 1-1 بودیم. منو از دقیقه 40 بلند کرد، گرم کردم تا دقیقه 88. باز نمیخواست بذاره. آقای فرمان کریمی به اجبار گفت آقا حمیدو بفرست و بذار 2 دقیقه 3 دقیقه بازی کنه. من مطمئنم که حمید میره تو زمین فرق میکنه. که دقیقه 88 من رفتم تو زمین، باز نمیخواست بذاره. دقیقه 88 من رفتم تو زمین، آقای برام رضالو از چپ سان کرد، من بلند شدم با سر زدم تو گل. الان چند ثانیه بازی هم نگذشته بود از زمانی که ورود کردم به زمین، زدم تو گل. 2-1 بردیم. آقای فرمان کریمی به عنوان بهترین بازیکن زمین به من یه سکه دادن. بازی بعد تو تبریز داشتیم پلی آف.
جلو تراکتور سازی. جلوی تراکتور بازی رفتمون اونجا، بازی برگشت چه بازی هم بود. تلویزیون اون بازی پخش بله. مستقیم نشون داد و بله. 100,000 تا تماشاگر اومده بود و زیاد آقا. بله. اصلا خب این تیم می‌خواست زور بزنه که بیاد لیگ برتر، خیلی هم هزینه کرده بودن تراکتوریا و تیمشون هم قوی بود، خداییش تیم قدرتمندی بود. و اینکه من رفتم تو رخکن و گفتم الان آماده میشم برای بازی و بازی قبل گل زدم، بهترین بازیکن شد. 18 نفر خونده آقای فراز کمرمند، اسم من رو نداد. یعنی تو 18 تا هم نبودی؟ تو 18 تا هم نبودم. منو گذاشت سرکو، گفتم آقا فراز چرا منو گذاشتی؟ من بازی قبل گل زدم، بهترین بازیکن زمین شدم. گفت تاکتیکیه حمیدجان، برو رو سرکو بش. عجب. خیلی لطمه شاید اگر اون پیشنهادایی که داشتین و بود میشد عملی بشه، شاید وضعیت فرق می‌کرد. خیلی فرق می‌کرد. خب این درست میگید شما جناب قهرمانی. من انتخابام بد بود چون یه مقدار جوان بودیم. میگم باز تکرار می‌کنم، مشاوره خوبی نداشتیم جناب قهرمانی. بله متاسفانه همین دست به دست هم داد که الان اینجا در خدمت شما هستیم. شاید حمید تبریزی اگر صبوری میکرد تو استقلال میمون، شرایطش متفاوت بود. اگر حمید تبریزی تو اون بزنگاه بین پیکان و پگاه گیلان انتخاب بهتر رو انجام میداد، شرایطش متفاوت بود. و ذوباهن اصفهان اگر اون مربی عزیزتون اون لطمه رو به شما نمیزد و اون وضعیت رو درست نمیکرد، شاید و چند مورد این شکلی پیش اومد تا حمید تبریزی متاسفانه به اون چیزی که حقش بود تو فوتبال ما نرسه. حمید جان خیلی خوشحال شدیم که در خدمتتون بودیم. یه سوال میخوام ازتون بپرسم به عنوان سوال پایانی. یه ذره بحثو از جدی بودن بکشیم ببریم، یه ذره قضیه رو یه ذره فان کنیم. شما تو تمام دوران فوتبالتون که تو امیدای استقلال بودین، با اون بازیکن‌ها به هر حال سالها با هم بودین تو بزرگسالان به نظر شما کدوم از اون بازیکنایی که همراهتون بودن واقعا این شایستگی رو داشتن، اونم مثل شما به اون چیزی که باید حقش نرسید و میتونه ستاره فوتبال ما باشه؟ عرض کنم خدمتتون اگه من بخوام یک شخص رو معرفی بکنم، آقای مجاهد خضیراوی. ایشون واقعا به تمام معنا فوتبالیست، قدر، توانمند، سوخت و نمیدونم چه مشکلاتی خواستن براش پیش بیارن، چه نمیدونم دستای پشت پرده بگم، چه اتفاقایی بود که اصلا خیلی عجیب غریب این بچه رو محوش بکنن از فوتبال. و همون سالم از بارسلون دعوتنامه داشت ایشون. و خیلی قوی بود، خیلی توانمند بود و واقعا همین الان اگه مجاهد بود واقعا بالاترین سطح فوتبال اروپا بازی میکرد. و میگم آقا من خاطرمه که توی تیم ملی آقای بلازویچ که سرمربی بودن، اصلا مجاهد یه جور دیگه ای دوست داشت، اصلا با اون سن کمش بهش بازی میداد و خیلی حیف شد مجاهد، خیلی حیف شد و واقعا اصلا هیچ کس هم نفهمید که گناه مجاهد چی بود. میگم آقا اصلا یه پیش پا افتاده ترین موضوعی که حالا گفتن یه مهمونی بوده و اصلا چیزی که به قول معروف اصلا براش یه موضوع رو انقدر بابوشی براش درست کرده بودن. این بچه واقعا حیف شد تو این فوتبال. خیلی کسای دیگه هم بودن آقا واقعا به حقشون نرسیدن و الان این فوتباله واقعا برای این کسایی که الان دارن بازی میکنن امیدوارم که حلالشون باشه. ولی خب اگه زمان ما یه روزی فکر میکردی که قراردادهای فوتبالی بره روی 50 میلیارد و 100 میلیارد و بازیکن‌ها اعتراض کنن بگن ما قراردادی نبستیم فقط 40 میلیارد گرفتیم این فصل؟ و یکی از بازیکنان چند روز پیش مصاحبهش رو دیدم خیلی جالب بود، میگم من امسال پولی نگرفتم که من فقط 40 تومن گرفتم. 40 تومن حالا من نمیدونم تو مملکتی که پای حقوق یه کارگر هنوز 10-15 میلیون تومنه، یه فوتبالیست الان اعتراض داره به این که من 40 میلیارد بیشتر نگرفتم. جناب قهرمانی من اگر الان شما بودین و همین فکر می‌کنید چقدر بود قراردادتون؟ واقعا نمیخوام از خودم بگم، خیلی از دوستانم بهم گفتن حمید اگه تو الان این زمان بازی می‌کردی، واقعا تعریف کردن از خودم نیست، نه واقعا گفتن 100 میلیارد الان تو پول بعد می‌گرفتی تو این فوتبال. و تو فوتبالی که عارف آقاسی داره 100 میلیارد میگیره واقعا کمترین حق شما همین. اسم میبرم واقعا این واقعیت. عارف آقاسی امسال تو استقلالم عملکرد خوبی نداشته و خب خیلی از وضعیت حادی که استقلال تو هفته‌های اول داشت مقصرش ایشون بودن. ولی وقتی ایشون 100 میلیارد میگیره شما که دیگه متاسفانه دیگه بد موقعی ما، اصلا میگم شانس ما به دنیا اومدنمون بد موقع بود. همه جوره ما شانس نداشتیم
و اینکه اگه به این دوران واقعا میخوردیم خیلی قضیه زندگیمون فرق میکرد. امیدوارم که توی بهتر بود. ادامه مسیر زندگیتون، تو جاهایی که هستین، تو شغل مربیگری، امیدوارم که براتون اتفاقای خوب بیفته. اون پیشرفتی که تو دوران بازیگریتون براتون اتفاق نیفتاد و حقتون بود، انشالله تو مربیگری اتفاق بیفته. قربونتون برم. ممنونم از شما. خیلی خوشحال شدیم که تشریف آوردین، در خدمتتون بودیم. ممنونم از لطف شما. ممنونم از لطف شما که وقت گذاشتید برای ما. شما بسیار با ارزشید برای ما و واقعا توانمند هستید توی کارتون و بزرگ هستید توی این فوتبال. خواهش می‌کنم. امیدوارم که همیشه سایه‌تون بالا سر ما باشه. اختیار دارید. و برقرار باشید. ممنونم. خیلی هم ممنونم از لطفتون. بازم سلامت باشین. تشکر می‌کنم از دوستانمون که لطف کردن. انشالله توی برنامه‌های بعدی بازیکن‌های تیم‌های دیگه، بازیکن‌های قدیمی که تو فوتبال ما به حقشون نرسیدن، بیشتر از اونها صحبت می‌کنیم و در خدمتتون خواهیم بود.